سرابی دیدم، آشفته خوابی دیدم، ملک خرابی دیدم، رنج و عذابی دیدم، وهم و خیالی دیدم، امر محالی دیدم، من قیل و قولی دیدم، مکر شغالی دیدم، روز سیاهی دیدم، شام تباهی دیدم، سرها به چاهی دیدم، نفرین و آهی دیدم، من ازدهامی دیدم، سودای خامی دیدم، سحر کلامی دیدم، فعل حرامی دیدم، خلق عجیبی دیدم، حال غریبی دیدم، خون و صلیبی دیدم. در این شرایط شاهزاده رضا پهلوی. دوستان گرامی، کار من شاعر هستم، ترانه سرا، نویسنده و حدود 40 سال روی تاریخ ایران و اسلام کار میکنم و کوشش میکنم که اشتباهات گذشته رو جبران بکنم. من زندانی سیاسی یا بهتر بگم خرابکار و برانداز دوران محمدرضا شاه بودم. سالهای 54 تا 56 زندان بودم و حدود 20 سال هست که فهمیدم چه خبره. ببینید دوستان گرامی، ما در شرایط تاریخی شگفتی در این زندگی میکنیم. یعنی با کسانی روبرو هستیم که با یک ملت 90 میلیونی که اکثریتشون اسیرن و نیروهایی که متاسفانه در ایران هر آن کس که 57 بود یا تغییر کرد یا عمرش به پایان رسید یا تغییر کرد، ولی متاسفانه ما شاهد یک تفرقه هستیم که نشان رویشون به تنها امید، من تأکید میکنم به عنوان کسی که هیچ منافعی نداره و در اینجا با کارگری و حقوق کم زندگی کردم و الان زندگی خیلی پایینی دارم مثل یک کارگر، ولی با 50 سال تجربه سیاسی در سازمان‌هایی مثل مجاهدین، شورای ملی مقاومت رسیدم به نقطه‌ای که هیچ شانسی ملت جز شاهزاده رضا پهلوی نداره و اگر شاهزاده هرگز زبانم لال، اگر اتفاقی بیفته هیچ شانسی ما نخواهیم داشت. 46 سال هست که صحبت و فقط صحبت و اطلاعیه دادن، ولی ببینید ما تجربه پهلوی رو داریم، تجربه رضا شاه کبیر رو که ایران رو از یک ویرانه‌ای که 92% بی سواد بودند و تراخمی و مریض رسوند به یک سرزمین مدرن. زمان محمدرضا شاه ایران به نقطه‌ای رسید که اکثریت ایرانیان در رفاه زندگی می‌کردند، بیمه مجانی، دانشگاه مجانی، تحصیل مجانی، همه چیز. و متاسفانه دو عامل، یک اسلام سیاسی مسموم و نیز سرسپاران کاخ کرملین و نه چپ راستینی که پاش روی سرزمین خودش سفته، اینها ایران رو به سیاهی کشندند و یک متعفن و نجاست تاریخی رو، یک آخوند قرون وسطایی رو آوردند و ایران از قرن 20 رفت به قرن 7 میلادی و قوانین عقب مانده و کثیفی که با هر تکبیر، هر سفید دم 7-8 نفر رو دارن اعدام میکنن. ماهی حدود 100-120 اعدام ما داریم. صحبت زیاده، من کوتاه میکنم، تاکید میکنم پامون سفت باشه. هیچ منافعی ما جز آزادی ملت ایران نداریم و تا آخرین نفس می جنگیم. درود بر شاهزاده رضا پهلوی، درود بر خاندان پهلوی، طرفدار با پرچم شیر خودکشی ایران موفق. Bravo. Bravo monsieur Armani. یک شب سرابی دیدم، آشفته خوابی دیدم، ملک خرابی دیدم، رنج و عذابی دیدم، وهم و خیالی دیدم، امر محالی دیدم، من قیل و قولی دیدم، مکر شغالی دیدم، روز سیاهی دیدم، شام تباهی دیدم، سرها به چاهی دیدم، نفرین و آهی دیدم، من ازدهامی دیدم، سودای خامی دیدم، سحر کلامی دیدم، فعل حرامی دیدم، خلق عجیبی دیدم، حال غریبی دیدم، خون و صلیبی دیدم.
هوا و سیبی